حرص طلا یا وقت کل کشور بیزنسی یک عائله است. مرکز تحقیق فساد و جنایت‌های متشکل OCCIRP یک سازمان بین المللی که به تحقیق فساد در سطح جهان مشغول است، گزارش مفصل از فساد گسترده در عائله رئیس جمهور تاجیکستان نشر کرده است. این گزارش بیشتر روی تجارت داماد رئیس جمهور شمس‌الله صاحبوف که چندین ساحه را در کشور مونوپولیا کرده است تمرکز می‌کند. در این کشور یک رئیس جمهور خودخواه حکمرانی می‌کند که دوست می‌دارد به خودش هر گونه مقام و عنوان‌های غلغله‌دار دهد و خود را بالاتر از سرقانون می‌حسابد. آمده است در آغاز این تحقیقات ژورنالیستی. در کشور مثل تاجیکستان رابطه‌ها همه چیز را معین می‌کنند. می‌نویسند محققان و از داماد رئیس جمهور شمس‌الله صاحبوف حکایه می‌کنند که چگونه با استفاده از مقام عائلویش توانسته است یک بیزنس ایمپریای بزرگ را تأسیس دهد. ایمپریای او نفت، اخراج معادن، ترمینال‌های گمرک و استراحتگاه‌ها را فرا گرفته است و در همه این ساحه‌ها مقام اول را اشغال می‌کند. تحقیقات این مرکز نشان داده‌اند که دستگیری و لنته‌بری‌های امامعلی رحمان در افتتاح کارخانه‌های نو نرخ خود را دارد. این سازمان از چاینا نونفراس گولد لیمیتد شرکت چینی که در بریتانیا به قید گرفته شده است و قبلا کروسا ریسورسز PLC نام داشته است مثال می آورد که برای به دست آوردن اجازتنامه استخراج طلا در کان پکروت ناحیه وحدت حداقل 2.7 میلیون دلار پرداخت کرده است. این پولها به شمس‌الله صاحبوف پرداخت شده اند ولی در افتتاح کارخانه پکروت امامعلی رحمان با قیچیش حضور داشته است. رسانه‌های دولتی هم اعلان کردند این کارخانه با دستگیری رئیس جمهور تاجیکستان افتتاح شده است. حجت‌هایی که محققان دسترس کرده اند آموخته دانیل بالین کورتی رهبر بخش تحقیقات گلوبال ویدس یک سازمان غیر دولتی ضد فساد با اداره مرکزی در لندن گفته است این پرداخت با قانون بریتانیا درباره مبارزه با رشوه‌خوری اختلاف دارد و مقامات بریتانیا باید آن را تحقیق کنند چون کروسا ریسورسز شرکت بریتانیایی است. 2.7 میلیون دلار تنها مبلغ است که توسط سهام پرداخت شده است و امکان دارد مبلغ عمومی برای دریافت اجازتنامه به مراتب بیشتر باشد. این مرکز تحقیقاتی درباره یک محاسب زلندیایی کریگ براون می نویسد که با شمس‌الله صاحبوف همکاری دارد. این دو نفر دادو گرفته‌شان را توسط دو شرکت آفشوری در بریتانیا انجام می‌دهند. قبلا براون کوشیده است اجازتنامه را به عوض 3.2 میلیون دلار به شرکت دیگر بریتانی فروشد ولی بنابر آشکار شدن پیشنهاد رشوه از طرف او به رهبر آن شرکت براون در این عملیات موفق نشده است. جستجوی تحقیقگران OCCIRP نشان داده است که براون اجازتنامه دو کان دیگر را در ناحیه وحدت عقابخان و پیندر در دست داشت ولی آن بعداً در دست شمس‌الله قرار می‌گیرد. فراز الکی به استخراج طلا آغاز کرده تا امروز توانسته است به بانک ملی تاجیکستان 163 کیلوگرم طلا را به مبلغ 5.149 میلیون دلار فروشد. مرکز تحقیق فساد و جنایت‌های متشکل درباره همکاری‌های عمرعلی قوتوف و شمس‌الله صاحبوف می‌نویسد که بعداً شمس‌الله شرکت قوتوف فراز را غصب کرد. با سیاست گرویدن قوتوف و افشای اسرار شمس‌الله صاحبوف باعث کشته شدنش در استانبول ترکیه شد. از 4 نفری که در قتل قوتوف دست داشتند تنها یک نفر سلیمان قیوموف بازداشت شد. دیگران با خطسیر استانبول، مسکو، ترکیه را ترک کردند. آیا قیوموف هم تا هنوز در زندان قرار دارد یا نه؟ OCCIRP نتوانسته است معین کند.
این مرکز تحقیقاتی بین المللی می نویسد فراز از یک بازیگر مهم ساحه نفتی کشور به تقریبا مونوپولیستی آن تبدیل یافته است که حتی به دادن اجازتنامه برای واردات محصولات نفتی را کنترل می کند. فراز در چندین ساحه دیگر هم مونوپولیست است و همه این پیشرفت‌های آن با کمک دولت صورت می‌گیرد. امامعلی رحمان شخصاً در موفقیت‌های این شرکت دست دارد و در هر افتتاح آن قیچی در دست شرکت و سخنرانی و عکسبرداری می‌کند. امروز فراز بیش از 40 شرکت عبارت است که به حمل و نقل، داروباری، تکنولوژی اینفورماسیونی، استخراج معدن‌های کوهی، کاری بانکی، صنعت استراحت و گردشگری و غیره عبارت است. تحقیقات OCCRP نشان داده‌اند که حکومت تاجیکستان و فراز با قبول قانون‌های به این شرکت لازمی فشار بر رقیبان آن و خصوصی سازی اموال دولتی با نرخ‌های ارزان کمک می‌کند. در بعضی حالت‌ها دولت فراز را به مونوپولیست ساحه تبدیل می‌دهد. مرکز تحقیق فساد و جنایت‌های متشکل می‌نویسد حزب نهضت اسلامی که یگانه حزب مخالف زنده در کشور بود به نقشه‌های امامعلی رحمان برای خصوصی سازی تمام کشور خلل می‌رساند. این حزب هرچند قدرت سیاسی نداشت که به تصمیمات در کشور تأثیر بزرگ رساند، مردمی بودنش برای رژیم خودکامه خوف ایجاد می‌کرد. این بود که رحمان تصمیم گرفت حزب اسلامی را از کشور بیرون کند.